سلام بچه‌ها، غزاله هستم. به کانال من خوش اومدین. بچه‌ها تو جلسه اول می‌خوام در مورد لوازم مورد نیاز اکستنشن موژه صحبت بکنیم. بعضی از دوستان میان تمام لوازمی که احتیاج دارین رو ابتدا معرفی می‌کنن. ولی من اومدم تفکیکش کنم برای اینکه هزینه شما پایین‌تر بیاد و بعد از اینکه دستتون راه افتاد و خواستین شروع به کار بکنید، به بقیه لوازم رو خریداری بکنید. اولین وسیله که بچه‌ها شما بهش احتیاج دارین پنس هستش. پنس فنسازی هستش که انواع مدل‌ها و رنگ‌ها تو بازار هست. بعد ببینید با کدومش راحت هستید تهیه بکنید. پنس‌ها به صورت شیاردار و بدون شیار هستن. این پنس الان شیاردار هستش. همونطور که می‌بینید کار باهاش برای من راحت تره و به نظرم کلا کار با این پنس راحت تره، چون موجه ها اینجا فیکس میشه و شما میتونید راحت فنتون رو بردارید و باش کار بکنید. موجه ها لیز نمیخوره. برای کسایی که حالا ابتدای کارشون هستن این پنس ها بهتره. پنس دیگه پنس ایزوله هستش. پنس ایزوله هم برندهای مختلف و رنگ و مدل‌های مختلف داره. من از پنس دلفینی استفاده میکنم برای ایزوله سازی. وسیله بعدی که احتیاج داریم چسب هستش. چسب اکستنشن هستش که انواع مدل‌ها و طرح‌ها انواع برندها توی بازار هستش. باز این رو هم بستگی به محیط کارتون داره. بعد یه چیزی بگیرید که با محیط کارتون کاملا سازگاری داشته باشه. وسیله بعدی که احتیاج دارین جا چسبی هستش. بچه‌ها جا چسبی ها انواع اقسام مدل ها داره. انگشتری هست و به این صورت اشکی هستش که من با اینا راحت ترم. اشکی هم دو مدل داره. یه مدل که همین شکلی ساده است، یه مدل پشت چسب داره که شما چسبش رو میتونید بکنید از این قسمت و روی پالتی که میخواین فنسازی انجام بدید بچسبونید و کارتون انجام بدید. فقط یکی از عیب‌های این چسب اینه که این چسب پشتش پالتتون کثیف میکنه و موقع کندن خیلی اذیت داره. این راحت تره که شما میتونید با یه چسب دو طرفه روی پالتتون میکسش بکنید. وسیله بعدی خود پالت موژه هستش که باز این هم مدل‌های مختلف تو بازار داره. شما میتونید ابتدایی پالت میکس تهیه بکنید، نه فقط تک سایز میکس تهیه بکنید و با انواع سایزهاش فنسازی رو تمرین بکنید. وسیله بعدی چسب دو طرفه برای کسایی که رولینگ کار میکنن، کسایی که با فینگر کار انجام میدن نیازی به چسب دو طرفه نیستش. اما کسایی که رولینگ کار میکنن چسب دو طرفه هم باز دو مدل داریم. یه مدل به این صورت هست که جدا میکنید با قیچی مقداری که میخواید روی پالتتون میذارید و کارتون انجام میدید. یه مدل دیگه از چسب دو طرفه هستش که خودش کات شده و شما میتونید فقط برش دارید روی پالت بزنید و چسبش رو بردارید و روش فنسازی انجام بدید. حالا کارایی همه اینا رو بچا توی آموزش بهتون کامل توضیح میدم. منظور من از تهیه این ویدیو این بود که شما ابتدا این وسایل رو تهیه بکنید. نیازی نیست، چون وسایل اکستنشن خیلی زیاده، نیازی نیستش که همش رو ابتدا تهیه بکنید. اول اینا رو تهیه بکنید، فنسازیتون رو تمرین بکنید، ایزوله سازیتون رو تمرین بکنید. بعد که کامل دو افتادین و راه افتادین و خواستین وارد بازار کار بشین، بقیه لوازم رو به راحتی میتونید تهیه بکنید. مرسی که تا اینجا این ویدیو با من بودین بچه‌ها. توی ویدیوهای بعدی من کل لوازمی که احتیاج هست تهیه بفرمایید رو براتون توضیح میدم. امیدوارم که لذت برده باشین. تا ویدیوهای بعدی شما به خدای بزرگ میسپارم. ساب و لایک یادتون نره بچه‌ها. منو حمایت کنید تا با انرژی بیشتری براتون ویدیوهای بهتری بذارم. مرسی بچه‌ها. فعلا